من دبیرستانی که بودم از دایی همکلاسیم خوشم می اومد. خانواده‌مونن فامیل دور بودن. توی مراسم‌ها می‌دیدمش. این دوستمم همیشه از داییش تعریف میکرد. براش زن میگیریم، دنبال دختر خوب و خانواده داریم. منم تو دلم گفتم خب دختر خوب و خانواده دار؟ من که همینجام، چرا الکی دنبالش میگردیم؟ چند روز بعد توی شهرمون یه عروسی بود. خانواده دوستمم می اومدن. گفتم این بهترین فرصته. باید بدرخشم. جلوی آینه، آرایش کامل، لباس مرتب، خودمو در حد عروس اون شب آماده کردم. شب عروسی رسید. با اعتماد به نفس از جلوی خانواده‌شون رد شدم. آقا چشمتون روز بد نبینه. پام گیر کرد وسیم، با کله رفتم زمین. تو یه گیردم زمین که انگار کل عشق و عاشقی من همونجا نقش بر زمین شد. همه آبرو و غرورم ریخت. فقط صدای خنده داییش پیچید تو گوشم. منم سریع فرار کردم. گفتم خدایا تموم شد، دیگه آبرویی نمونده. اما بماند که بعدش باز منو در نظر داشتن. آخرش هم من شدم همون دختری که زنش شد و الان یه دختر 3 ساله داریم.